دوم جبر خطی در آنالیزهای کیماتیکس خدمتتون هستیم. تو بخش اول من در مورد بردارها صحبت کردم و آرایه‌های مرتبه پایین‌تر که چجوری میتونیم اپریشن‌های مختلف ریاضی رو روشون انجام بدیم. تو این بخش میخوام متمرکز شیم روی ماتریس‌ها. خب همونجوری که میدونید ماتریس‌ها آرایه‌های در واقع مرتبه دوم هستن یا سکند اوردرن که همونجوری که میدونید ما اینها رو با سطرها و ستون‌ها نشون میدیم و در واقع اینا رو با اندیس آی و جی معرفی میکنیم و بنابراین به این ترتیب میتونیم موقعیت یک المنت رو بر حسب سطر و ستونش توی ماتریس معرفی میکنیم. همونجوری که دیدید ما این داده‌های ماتریسی مثلا اینه که ما داده‌های سیستم هایفنیت رو داشته باشیم مثل داده‌های کروماتوگرافی با ماس اسپکترومتری یا مثلا سیستم‌های اسپکتروسکوپی برای سامپل‌های مختلف. پس و یه قرارداد دیگه هم این بود که ما وقتی این داده‌ها رو می‌خوایم آرایش ماتریسی بهش بدیم معمولاً تغییرات کامپوزیشنال رو در سطح و تغییرات متغیرها رو در ستون می‌ذاریم. بنابراین شما میتونید به عنوان مثال برای سامپل شماره 1 این روند رو ببینید که این تغییرات طیفیشه. پس من اندیس اول سطح رو نشون میده، اندیس دوم ستون رو نشون میده. پس A1 و 1 یعنی المنت سامپل 1 در طول موج 1 و به همین ترتیب. پس این در واقع اندیس آی و جی به ما کمک خواهد کرد برای اینکه ما بتونیم المنت‌های مختلف رو در یک ماتریس شناسایی بکنیم، چون این در واقع مثل در واقع اندیکیتوری هست برای نشون دادن موقعیت المنت‌ها در طول موج‌های مختلف یا سامپل‌های متفاوت. خب همونجوری که می‌بینید پس عملاً این ماتریس مثل وکتورهایی که در کنار هم قرار گرفته و یا اردر بالاتری در داده برای ما ایجاد کرده. خب این اردر بالاتر باعث میشه که ما دو مدل اینفورمیشن داشته باشیم. یه سری اطلاعاتی که در سطر اون ماتریس ذخیره میشن، یه سری اطلاعاتی که در ستون‌های این ماتریس ذخیره میشن. بنابراین من میتونم دو نوع ریپرزنتیشن برای این ماتریس داشته باشم. در ریپرزنتیشن 1 من میتونم یه فضای با ستون‌های فضای سه‌بعدی با سه تا ستون C1, C2 و C3 بسازم و دو تا سطر رو درش ببینم. یا یه نمایش دیگه اینه که من میتونم یه فضای دو بعدی از سطرها بسازم و ستون‌های C1, C2 و C3 رو درش ببینم. خب اگه حالت اول رو اجرا بکنم یعنی با ستون‌ها با این سه تا ستون فضا رو بسازم، این میشه فضای سه‌بعدی من و بعد من میتونم این دو تا سطر رو درش ببینم. این دو تا سطر عملاً دو تا برداره و همونجوری که دیدید در جلسه قبل این بردار هم جهت داره هم مقدار. بنابراین من میتونم اینو در این فضا ببینم و در واقع این مختصات رو براش تعریف کنم. پس اگر بخوام الان مختصات سامپل 1 رو سطر 1 رو در این فضا ببینم کافی فقط اینو عمود بکنم بر محورهای مختصات یا اینو عمود بکنم بر محورهای مختصاتش و در واقع مختصاتش رو به دست بیارم. خیلی واضحه اینجا که این دو تا سامپل با هم تفاوت دارن. چرا؟ چون در دو تا نقطه مختلف در فضا ظاهر شده. حالا اگر فضا رو به صورت دو بعدی بسازم، در این صورت من یه فضای دو بعدی با سطرها ساختم و میتونم این سه تا ستون رو درش ببینم و عملا اینا هر کدوم برای خودشون مختصات خاص خودشون. پس این در واقع خودش بیان کننده اطلاعات بیشتریه که در یک ماتریس نسبت به بردار قرار گرفته و این میتونه بسیار برای ما حائز اهمیت باشه. اگر من برگردم دوباره به ساختار مرسوم داده‌ها که ما در شیمی ازشون استفاده می‌کنیم که تغییرات کامپوزیشنال در سطح و متغیرها در ستون قرار می‌گیرن، در این صورت ما میتونیم این ماتریس دادگی آرای مرتبه 2 هست این رو همونجوری که یادتون هست در جلسات قبل ما میتونیم به دو شکل پرزنت بکنیم. الان دیدید توی اسلاید قبل من میتونم فضا رو با امزد فرگمنت ها بسازم، با ستون ها و سطح ها رو توش ببینم، میتونم فضا رو با سطح ها بسازم و ستون ها رو برش ببینم. یعنی خیلی راحت میتونم با چرخش در دو تا فضای سطح و ستونی به اطلاعات کروماتوگرافی یا به اطلاعات ماس اسپکترومتری برسم و این در واقع قدرت روش‌های دیتا پروسسینگه که میتونن اینفورمیشن رو از این دو تا فاز چیکار بکنن برای ما استخراج کنن. حالا خیلی مواقع ما در داده‌ها به عنوان مثال در این اسلاید اینجا مثلا فرض کنید در یه سیستم کروماتوگرافی ممکنه این گونه تارگتمون باشه و بقیه این اجزا برای اون اهمیتی نداشته باشه. بنابراین ما اصطلاحاً این رو بهش میگیم ریژن آف اینترست یا روی
یا ساب ماتریس در واقع به بیان ریاضی خودش. یعنی من میخوام فقط این ناحیه رو سلکت کنم. یعنی اگر من یه ماتریسی داشته باشم، من میخوام فقط برم ناحیه تارگت هم رو ببینم، روی رو ببینم، ریژن آف اینترست هم رو ببینم. که رو ما تحت عنوان ساب ماتریس تعریف میکنیم و میگیم اون بخشی از ماتریس مونه، حالا چه در فضای سطحی چه در فضای ستونی، که فقط اینفورمیشن مربوط به گونه مد نظرمون درش قرار گرفته. که حالا این در بخش در واقع بسته بگیم که ما در چه محیطی داریم این ساب ماتریس رو نگاه میکنیم، در چه نرم افزاری میتونه در واقع کامنت های مختلفی براش وجود داشته باشه. اما یه مفهوم بسیار مهم در ماتریس ها مفهوم رنک هست. رنک یا مرتبه ماتریس در واقع نشون دهنده مینیمم متغیرهایی هست که میتونن داده اولیه رو برای ما بازسازی بکنن. که طبق تعریف ریاضی ما میگیم که رنک یه ماتریس برابر هست با تعداد بردارهای مستقل خطی که میتونه همه ستونهای P یه ماتریس X رو برای ما چکار بکنه؟ بسازه به صورت لینیر کامبینیشن، به صورت ترکیب خطی. که طبق بیان ریاضی اون قصه این برابر میشه با تعداد مینیمم سطرها یا ستونها که به صورت مستقل خطی هستن طبق تعریفی که وجود داره. پس ما میگیم رنکینگ ماتریس میشه تعداد مینیمم سطر یا تعداد مینیمم ستون در اون در واقع ماتریسمون که مستقل خطی هستن و میتونن داده رو برای چکار بکنن؟ بازسازی. خب عنوان مثال من در واقع یه دیتایی رو میرم بازسازی میکنم. دیتا به این ترتیبه که من 3 تا طول موج دارم، مقادیر اپسیلون در این 3 تا طول موج رو دارم به اضافه 2 تا غلظت. مثلا فرض کنید غلظت 1 و 2 دارم و 3 تا طول موج لامدا 1، لامدا 2 و لامدا 3 که این مقادیر اپسیلونش. خب پس یعنی من مقادیر اپسیلون رو دارم، مقادیر غلظت رو دارم. طبق قانون دیگرامبرگ من میتونم اینا رو به هم ضرب بکنم و حاصل ضرب اینها به من یه ماتریس میده. پس یعنی من در واقع این 2 تا سامپل هم که یه بردار 2 در 1 هست در واقع 3 تا طول موج هم که ضرب بکنم به من یه ماتریس 2 در 3 میده. درسته؟ پس یعنی هر غلظتی در این اپسیلون ها ضرب میشه و این حاصلش میشه یه ماتریس 2 در 3. خب اما اگر من بخوام طبق بیان رنک ماتریس مرتبه ماتریس رو تعیین کنم، مرتبه ماتریس برابر هست با 2. اما وقتی دقت میکنم به این ماتریس میبینم که سطر 1 و سطر 2 با هم ارتباط خطی دارن، یعنی لینیر ایندیپندنت نیستن. S2 برابر با 2 تا S1 و به همین ترتیب تو ستون ها هم ارتباط برقراره. ستون 2 برابر ستون 1 و ستون 3 برابر ستون 1 است. بنابراین ما این ماتریس رو اصطلاحاً میگیم ماتریس رنک دفیشنت و این یعنی اینکه عملاً یک گونه شیمیایی وجود داره در این ماتریس. پس رنک این ماتریس چیه؟ 1 و این در واقع در اون بسیار حائز اهمیته، چون معمولاً بین رنک ریاضی و رنک شیمیایی اختلاف می‌کنه. یعنی به عبارت جنرال‌تر همیشه رنک ریاضی بزرگتر از رنک شیمیایی، چون این گفتیم ما وقتی غلظت رو تغییر میدیم ماهیت تغییر نمی‌کنه. پس تغییر غلظت یعنی که ما یک گونه شیمیایی در 2 تا غلظت داریم در 3 تا طول موج بررسی کنیم. پس همچنان یک گونه شیمیایی، پس تعداد گونه‌های شیمیایی 1 ولی رنک ریاضی میتونه 2 باشه، رنک ریاضی میتونه 5 باشه. اما در این کیس خاص اینا در واقع رنک ریاضی و رنک شیمیایی با هم برابرن که خیلی حالت ایدئاله برای ما که بتونیم رنک یه ماتریس و تعداد گونه‌های شیمیایی رو درش تعیین. پس همیشه متماتیکال رنک با کمیکال رنک اختلافی داره. در حالت ایدئال اینه که این دو تا با هم چی باشن؟ برابر باشن. پس همونجوری که گفتم رنک اگر ماتریسی مثلا من ماتریس 4x4 به این شکل داشته باشم و هیچ ارتباط خطی بین سطح و ستون‌ها برقرار نباشه بهش اصطلاحاً میگن ماتریس فول رنک. اما اگر بینشون ارتباطی باشه، مثلا اینجا که سطر ستون سوم 2 برابر ستون دوم هست، در این صورت این ماتریس رنک دفیشنت. در حالتی که باید رنکش 4 باشه رنکش میشه 3. و در مورد کمیکال رنک هم گفتیم مثلا شما یک گونه با یک غلظت مشخص دارید، می‌بینید با سیستم کرomاتوگرافی HPLC با دایود دیتکتور این رو آنالیز می‌کنید، این به شما یه ماتریس 100 در 200 میده. این حاصل یک گونه شیمیاییه ولی رنک 100 رو به شما میده. بنابراین رنک ریاضی بسیار بالاتر از رنک شیمیایی.
پس حالا ما نیاز به روش‌هایی داریم که بتونه رنگ شیمیایی یا تعداد گونه‌های شیمیایی درست رو در سیستم چیکار کنه؟ برای ما درست پیش بینی کنه. نکته دیگه در مورد ماتریس‌ها که در بردار هم بهش اشاره کردیم، اپراتور ترانسپوزیشن هست که کاری که می‌کنه اینکه جای سطر و ستون رو عوض می‌کنه. مثلا یه بردار ستونی داشته باشیم، ترانسپوزش کنیم سطری میشه، یا اگر سطری باشه ستونی میشه، یا اگر این ماتریس رو اول در ترانسپوز روش اعمال می‌کنیم، جای سطر و ستون‌ها عوض میشن. همونجوری که می‌بینید این سه تا جاهاشون عوض میشه که اینو بعداً در بیسیک الگوریتم‌ها خواهید دید که بسیار برامون مهمه. خیلی جاها ما نیاز داریم توی حاصل ضرب داخلی و خارجی هم اثرش رو دید. نکته دیگه در خصوص ماتریس‌ها شبیه همون چیزی که در مورد بردارها داشتیم، ما میتونیم ماتریس‌ها رو با هم جمع کنیم. شرطش اینه که در واقع شرطی که داره مثل بردارها که اینا ابعادشون باید برابر باشه، تعداد سطر و ستون‌هاش باید با هم برابر باشن که بتونیم اینها رو جمع و بتونیم اینها رو تفریق بکنیم. یا همچنین میتونیم ماتریس‌ها رو در هم ضرب بکنیم. برای اینکه بتونیم ماتریس‌ها رو در هم ضرب بکنیم، عملاً باید تعداد ستون‌های ماتریس اول برابر باشه با تعداد سطرهای ماتریس دوم. این شرطیه که در مالتیپلیکیشن در واقع ماتریس‌ها وجود داره. به این ترتیب شما میتونید در واقع این عنصر A و B رو در سطر 1 در ستون 1، سطر 1 در ستون 2، سطر 2 در ستون 1 و 2 به این ترتیب ضرب میشه و المنت‌های ماتریس حاصل ضرب ساخته میشه. که همونجوری که گفتم این یه شرط داره، پس ما میتونیم به راحتی المنت‌های ماتریس حاصل ضرب و A و B رو که در هم ضرب می‌کنیم، ببینید الان این ماتریس 4 در 2 هست، در این ماتریس 2 در 3 ضرب میشه، حاصلش میشه ماتریس 4 در 3 و هر المنت رو میتونیم پیش بینی کنیم. المنت 2 میشه در واقع سطر 1 ستون 2 میشه حاصل ضرب سطر 1 در ستون دوم ماتریس B که این المنت رو میسازه، یا این المنت رو میشه به همین ترتیب پیش بینی کرد که چجوری اینها ساخته باشه. پس اگر بخوایم دقیقاً نگاه بکنیم که هر المنت چجوری ساخته میشه وقتی ماتریس A در B ضرب میشه در شرایطی که اون شرط ضرب شدنشون برقرار باشه، میتونیم به راحتی پیش بینی کنیم که این عددها چجوری در هم ضرب با هم جمع و المنت نهایی برامون ساخته میشه. خب نکته‌ای که گفتیم اگر اینها ضرب‌پذیر نباشن ما باید راهی پیدا کنیم یا با ترانسپوز کردن یا در واقع با تغییر سایز ماتریس باید کاری بکنیم که اینها با هم ضرب‌پذیر بشن. در غیر این صورت امکان ضرب کردن ماتریس‌ها در هم دیگه وجود نداره. خب این ماتریس‌ها میتونن در واقع ما این ماتریس‌های خاصی داریم که اسپشیال ماتریسز ها بهش میگیم، مثل ماتریس‌های قطری که فقط قطرشون المنت داره، ماتریس زیروز، ماتریس وانز که اینها برای ساختار شکل دادن به آرایه‌های عددی استفاده میشن، یا ماتریس آیدنتیتی که یه نوع خاصی از ماتریس‌های دایگوناله که المنت در قطر اصلیش برابر با 1 هست. ماتریس‌های آپر تریانگولار هست که این مثلث بالاییش المنت داره. ترای دایگونال هست که 3 تا قطرش المنت دارن، یا لور تریانگولار هست که این مثلث پایینش. اینکه اینا کجا کاربرد دارن اینو در الگوریتم‌ها خواهید دید که خیلی از جاها ما میتونیم از این ماتریس‌ها استفاده بکنیم برای اینکه سایزهامون رو درست بکنیم، برای اینکه بتونیم داده‌های شیمیایی رو به ساختار مناسب خودشون برسونیم. یه نوع دیگه از ماتریس‌ها که تو اسپشیال ماتریسز ها هستن ماتریس‌های مربعی هستند که ماتریس مربعی یعنی ماتریسی که تعداد سطر و ستونش با هم برابر باشه. یک فرم خاصی از ماتریس‌های مربعی ماتریس‌های سیمتریک هستند که اینها کاملا حول قطر اصلی ماتریسمون چی دارن؟ تعادل دارن، یعنی -3 7 7 4 4 حول قطر اصلی خودش هست. این امکان وجود داره که ما ماتریس رو آگمنت بکنیم. آگمنتیشن در ماتریس ها یعنی اینکه به عنوان مثال شما یه سری کالیبراسیون دارید، بعد می‌خواید نمونه مجهول رو هم بهش اضافه کنید. از این میشه اطلاعات A میشه ماتریس نمونه‌های کالیبراسیون، B میشه نمونه مجهول. میتونید اینا رو اینجوری سرهم قرار بدید. اینم نمایش ماتریس آگمنت شده یا ماتریس سرهم قرار داده شده اصطلاحاً در فارسی بهش میگیم که به این ترتیب نمونه‌های کالیبراسیون به اضافه نمونه مجهول میشن و بعدا میرن تو پروسه آنالیز عددی خودشون برآورد میکنن. خب یکی از نکات مهم در مورد ماتریس‌ها اینه که ماتریس‌ها امکان در واقع اینورس شدن دارن. اینورس شدن ببینید در این ماتریس‌های قطری اینورس شدن ما در حالت اسکالری اینورس شدن یعنی یک به اون عدد میشه اینورسش یا معکوسش. خب در حالت ساده اگر ما این ماتریس قطری داشته باشیم یا این ماتریس آیدنتیتی داشته باشیم این اینورسش معادل خودشه.
چون هر المنتی تقسیم بر در واقع یک به اون المنت میشه که در مورد آیدنتیتی یکسانه. اگر ماتریس قطری هم باشه میشه یک به اون المنت. اما در ماتریس های غیر قطری یا غیر آیدنتیتی ماتریس ما برای اینکه بتونیم ماتریس رو اینورس کنیم نیاز داریم که اول دترمینان ماتریس رو حساب کنیم. مثلا در این ماتریس 2×2 من اول باید دترمینان رو حساب کنم. دترمینان میشه در واقع تفریق حاصل ضرب قطر اصلی منهای قطر فرعی. پس این میشه دترمینان. بعد حالا هر المنت رو تقسیم بر دترمینان میکنم، قطر اصلی رو در واقع جابجا میکنم، در واقع معکوسش میکنم و در واقع قطر فرعی هم چی میشن؟ قرینه میشن. این یه در واقع فرآیند ریاضی ساده است برای اینکه ما بتونیم چیکار بکنیم؟ ماتریس رو اینورس کنیم. حالا اگر ماتریس من این ماتریس 3 درصد باشه طبیعتا دترمینانش پیچیده‌تر حساب میشه که ساده ترین فرم برای محاسبه دترمینان این ماتریس اینه که به تعداد در واقع سطرهای یا ستونهای این ماتریس ما ماتریس جنریت بکنیم و بذاریم کنار هم و حاصل ضرب عناصر قطر اصلی رو منهای قطر فرعی کنیم به نحوی که ماتریس وسطیمون تمام المنت‌هاش چی بشه؟ درگیر بشه. به این ترتیب این قطر اصلی ها میشن AEI، BFG، CDH اینا میشن مثبت منهای قطرهای فرعی. این میشه دترمینانش. حالا هر المنت در ماتریس 3 درصد تقسیم بر دترمینان و جابجاپذیری روش انجام میشه تا بتونیم این کار. پس اینورس کردن ماتریس ها یه فرآیند مهمه برای اینکه ما بتونیم در عملیات جبری ازشون استفاده بکنیم. یکی از معروف‌ترین و پر استفاده ترین کاربردهای این محاسبات ماتریسی که من گفتم مثل اینورس کردن یا ترانسپوز کردن در حل در واقع دستگاه‌های معادلاتی هست، چند معادله و چند مجهول هست که ما در شیمی در حل سیستماتیک هم خیلی ازش استفاده می‌کنیم در سیستم‌های تعادلی شیمیایی که به این ترتیب شما می‌تونید این سه تا معادله رو تبدیل کنید به فرم ماتریسی خودش، به فرم ماتریسی بنویسیدش XB مساوی با فار و بعد چیکارش بکنید؟ در واقع به صورت جبری در واقع ضرایب رو X رو ترانسپوز بکنید، در Y ضرب کنید و این عناصر رو حساب بکنید که اینجا من به عنوان مثال در یک کیس خاصی رو نشون دادم برای X1 و X2 که اینها میان در این ماتریس قرار میگیرن و در نهایت به صورت جبری ما میتونیم این المنت ها رو پس میشه AX در مساوی با B و به این ترتیب میتونیم X1 و X2 رو چیکار کنیم؟ حساب بکنیم، دترمینان حساب میشه و در نهایت المنت های ما محاسبه میشه که این در واقع نهایتاً حاصل ضرب این فرآیند و محاسبه X1 و X2 به عنوان دو تا المنتی هست که در این معادلات وجود داره. و نکته آخر در مورد ماتریس ها اینه که ما در مورد ماتریس ها میتونیم انواع مختلف ترانسفورمیشن ها روش انجام بدیم. مثلا میتونیم استرچ بکنیم، یعنی اگر یه ماتریسی رو داشته باشیم در واقع بردار رو داشته باشیم میتونیم رو در این ماتریس قطری به این صورت ضرب بکنیم و این رو در واقع استرچ بکنیم، اکسپندش بکنیم یا میتونیم روتیت بکنیم. روتیشن در آنالیز های کیومتریس بسیار حائز اهمیت هست. چرخوندن جهت بردارها بسیار برامون حائز اهمیته که میتونه باعث روتیشن بشه و بردار جهتش اصلا در جهت دیگه عوض بشه. اینا همه به کمک یه نوع خاصی از ماتریس ها که اون عملیات رو قرار برای ما انجام بدن میتونن اتفاق بیفتن. میتونن رفلکت بشن در واقع در یه جهت دیگه، میتونن پروژکت بشن که قبلا توی در مورد بردارها در مورد پروژکشن صحبت کردیم، یا میتونن شیرینگ رو انجام بدن. اینها خب من سعی کردم که حوزه وسیعی از کار در واقع اپریشن های ریاضی که رو بردارها و ماتریس ها میتونن اتفاق بیفتن رو مطرح بکنم، ولی این چون بسته به نوع تکنیکایی که ما میخوایم کار کمی بکنیم، کار کیفی بکنیم، الگوریتممون ابعاد پایین هست یا ابعاد برای داده‌های ابعاد بالا، طبیعتاً اونجا جبرهای خاص خودشون نیاز داره که در متدها بیشتر بهش اشاره خواهم کرد. هدف این بود که توی ابتدای بحث شما یه تصویر کلی بگیرید از اینکه چجوری این فرآیند آنالیز رو داده‌ها انجام میشه و داده‌هایی که با آرای عددی تبدیل شدن میتونن فرآیندهای ریاضی روش انجام میشه. در ادامه توی جلسات آینده وقتی وارد متدها بشیم کاربرد بیشتر اینها با هم بحث خواهیم کرد. خیلی ممنون از توجهتون.